این دشتی دراز آب ندارد چی کنم ای دو چشمی سرم آب ندارد چی کنم چشمی سرم
تشکر زیاد میکنیم از آقای مهربان برای اشتراک و رنگین نمودن محفل زیبا و دلنشین نیلوفر بانو. دوستان عزیز، در بست اول وعده کرده بودیم که باز یک چند تحفه ها داریم و البته که باید که حتما